در بزم نوروزی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه بخش طالب علمان لباسهای ایدانه ببر اشتراک نموده شعرها را در وصف نوروز بهار عالم افروز قرائت می نمودند. آموزگاران و طالب علمان مؤسسه مذکور با شادی و نشاط به اندازه و شکرگزاری از وحدت سرتاسری همدیگر را شادباش می گفتند، می رقصیدند و ترانه‌خوانی می کردند. عنعنه‌های نوروزی در بزم دانه خوانندگان در سطح بلند اجرا می گردید و جوان دختران و جوان پسران همدیگر را گلهای نوروزی تقدیم می کردند. جشن نوروزی را به آراستن دسترخوانی پرناز و نعمت 7 سین و 7 چین تصور کردن غیر امکان است. دسترخوانی پرناز و نعمت عبارت از کلچقند و خورش‌های گوناگون، طعام‌های ملی آرایافته بود که واقعاً خاصی بهار عالم افروز و نوروز خجسته می باشد. اصطلاح نوروز این روزی نو می باشد و بیشتر به کشاورزان و دهقانان شهادت می دهد. در نوروز کشاورزان کمر همت بسته کشت کار صحرایی را آغاز می کنند و دانه مهر به زمین می کارند. اینچنین مادران روزگار دیده، بانوان و دختران از آرایش خانه و در از پاکیزگی و تازگی آغاز نموده در روز نوروز خود را خوشحالترین انسان می شمارند. پیش از همه ما مادران شکرگزار از آن هستیم که ملت ما تنج و آرام است. شکرگزار از آن هستیم که دولت صلح و آسایشته داریم. زنان و بانوان هنرمند که استادانی همین مؤسسه می باشند و در تعلیم و تربیه نسل نورس سهم شایسته دارند، در یک گوشه بزمگاه خوراک‌های ملی دلده و آش بریده را با مهارت بلند آماده نموده بودند که اشتراکداران بزم نوروزی از طعام‌های با لذت کدبانه‌ها نوش جان می نمودند. نوروز عالم افروز با همه حسن طبیعی و زمینیش نمونه یک فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته از دوره‌های دور تا به امروز برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان‌ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. جشن نوروز قدیمترین و زیباترین جشن به حساب رفته و با فرارسی خود از آغاز فصل زیبای بهار مژده می‌رساند. باعث خوشنودی است که ساکنان سربلند وطن محبوبمان این عنعنه نیک نیاگانمان را هر سال در فصل زیبای بهار با شکوه و جلال خاصه تجلیل می نمایند و خرد و کلان پیر و جوان به پیشوازگیری این جشن نیاگان هفته ها انتظاری می کشند، لباس های ایدانه آماده می نمایند تا که زینت بخش چاربینی های نوروزی گردند. طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه بخش در جشن نوروزی آمادگی خوب دیده عنعنه سرشویان، گلگردانی، ربای خوانی، رقص و سرودها را با مهارت بلند اجرا می کردند. در چاربینی نوروزی عروسی سال و بابای دهقان همگان را با نوروز خجسته پی بهاری شکفتنها و رستنها تبریک و شاد باش نموده همگان را به مهنت صادقانه دعوت می کردند. گل دختران زیبا که با لباس های شینم اطلس و ادرس و چکن که زینت بخشی بزم نوروزی بودند نمایش سر و لباس را پیشنهاد اهل اشتراکداران نمودند که بشارت از فرهنگ والای ملت تمدن آفر تاجیک می باشد و امروزیان را لازم می آید تا که عنعنه های قدیمه نیاگان را دیگر باره احیا نمایند. عید نوروز عید بهار است، عید دهقانان است. دهقان در زمین دانه امید می کارد و دسترخوان خود را پرفیض و پربرکت می گرداند. ما نیز این عید را انتظاریم و خواهان آن هستیم که این عید در تاجیکستان ما خوش خورسندی، آزادی و آسایشتگی، صلح و صلاح، یکدیگر فهمی، دوستی بین خلق و ملت ها گردد. لازم به یادآوری است که تاجیکستان عزیز ما وطن نوروز می باشد. این جشن قدیمه نیاگان جهانی شد و هر سال این جشن در سطح عالی برگزار می گردد و پیر و جوان، خرد و کلان این جشن را با تنتنه
با شوق و شور به اندازه استقبال می نمایند. شادی و نشاط بزم نوروزی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه وخش در سطح بلند دایر گردید و محصلین سرود و ترانه های دلنشین را که از وطن و نوروز عبارت می باشد پیشکش اشتراکداران نمودند.